امروز یک خیتایی قدرش از یک تاجیک بالاتر است. امروز یک اجنبی که برای همه معلوم است که چینی ها این خطری بزرگی برای دنیا دارند. سلام و روز شما بخیر باشد هموطنان عزیز. من اوچری کوهستانی هستم. میخواستم درباره همان نفرانی که همان ارتیست ها یا اینکه همان بازیگرانی که وینچیکشان بگم میشوه که به تاجیکا مزاح کردن در همون باره صحبت بکنم. امروز جهان فقط به اقتصاد یک کشور نگاه میکنه. از همه لحاظ تا زمانی که اقتصادی ما خوب نیست، تا زمانی که مردم ما در فقر زندگی میکنن، تا زمانی که مردم ما بغیر از نان دیگر فکری ندارن، این حقیقت دارد. تا زمانی که مردم ما فکر پیشرفت را ندارند، تمام ملت های دنیا به ما مسخره میزنند، به ما مسخره میکنند، ما را همچون ابیکتی خنده قرار میدهند. زیاد دور نمیریم. بعد جنگ دوم جهانی حدود 60-70% آلمان خراب کرده شدگی بود و مردم از سر نو زندگی را شروع کردند و هر یک آلمانی، هر یک نیمس در کجایی که بود تحقیرش میکردند، ناتسیستش میگفتند، یگان گپ دیگرش میگفتند. اما اینها فهمیدند که یگانه راهی که نام ملت را میتوان برداشت که دیگران به تو تمسخر و مسخره نکنند، به تو گپ های بد نگویند، اقتصاد را باید قپید. اقتصاد محکم میتواند نام یک ملت را بالا ببرد. دور نمیریم. در همین 30 سال اخیر دوستان عزیز، سنگاپور زمان درک کردن یگانه راه اقتصاد خوب هست و با اقتصاد خوب میتوان که نام ملت را برداشت. امروز اگر تاجیکا درباره یک ارتش محکم فکر بکنند، امروز اگر تاجیکا تمام قوه خود روانه برای اقتصاد بکنند و حکومتدارا مردم اذیت نکنند، بگذارند که مردم همیشه در فکر پیشرفت کشور باشند، در آن زمان میتوان نام ملت را برداشت. تا زمانی که نان مردم ما وابستگی از دیگر کشورها دارد، تا زمانی مردم ما زیاده از 1 میلیون مهاجر هستند و به خاطر یک لقمه نان باید 5000 کیلومتر به طرف روسیه سفر بکنند تا اینکه خانواده خود تامین بکنند، در این زمان ما و شما نمیتونیم که پیشرفت بکنیم. اگر ما و شما وابستگی از خود داشته باشیم، اگر ما و شما اقتصادی محکم داشته باشیم و میگذاریم به آلمان مثلا بعد جنگ دوم جهانی 70% خراب کرده شدگی بود و تمام خانه ها، کارخانه ها و چیزی که داشتن تحت بمب باران قرار گرفته بودند و هیچ چیزی نبود و تحقیر و تمسخری که به این ملت میزدن، اینها برای خود فرض دانستند که اقتصاد خوبی داشته باشند. شما نگاه بکنید که در دوام 70 سال اخیر اینها تا کجا رسیدند. امروز ما ملت تاجیک باید بدانیم همان ملتی را که تحقیر و تمسخر میکنند و اگر آن ملت از این چیز استفاده ببرد، با همدیگر یک جای شود و فقط یگانه ما میتوانیم که تاجیکستان را گلستان بسازیم در زمانی که ما و شما مسئولیت خود درک بکنیم. مسئولین ما مسئولیت درک بکنند و کارهایی که آنها باید انجام بدهند انجام بدهند. امروز اگر کشور ما، اقتصادی ما در یک سطح خوبی باشد و مردم ما نیاز به دیگر کشورها نداشته باشند و بتوانند در کشور خود کار و زندگی بکنند، ما در همه جا میتوانیم که سربلند باشیم. من شما را دعوت به آن میکنم دوستان عزیز که تمام مردم تاجیکستان را دعوت به فکر کردن بکنید، دعوت به پیشرفت بکنید و بیاموزید حق خود را طلب کردن. همین اکتیارهایی که یعنی به همین سفیر تاجیکستان را همچون یک ابیکتی مسخره قرار دادند و با او مسخره کردن و نمیفهمم ماشینشون ششت است. وقتی که یک ملت را ضعیف میبینند، وقتی که یک ملت را میبینند که ضعیف هست و کاری از دستش نمیآید، هر یک نفر سنگی به او میزنه. یک باغی که بدون صاحب باشد، هر یک نفر میگذرد یک سنگی میزند یا اینکه یک میوه از اون میکند یا اینکه همون درخت از ریشش میکند میرود. یک مثال عادی است دوستان عزیز.
اما وقتی باغی که صاحب دارد و صاحبان آن باغ یا اینکه صاحب آن باغ کوشش میکنند که هیچ کس را نگذارند که دست به میوه ها بزند، بهترین میوه ها را از آنجا میگیرند. فرقیت یک سگ بی صاحب و یک سگ صاحبدار در چیست؟ یک سگ صاحبدار نگاه بکنین زیبا است، خوب می نماید، اما یک سگ بی صاحب یک پاش چلاق است، یک پاش لنگ است، یا اینکه هر یک نفر میبینه یک سنگش میزنه و برای مردم احترام نداره. از این میتوان آموخت وقتی که یک ملت بی صاحب می شود و مسئولین مسئولیت خود درک نمی کنند، هر یک نفر به این ملت سنگ میزنه، هر یک نفر به این ملت دشنام میکنه. بله، ما باید این را قبول بکنیم که بسیاری از نفرانی بی فرهنگ و بی مدنیت به روسیه یا اینکه به دیگر کشورها سفر کردند و نام ملت ما را در زمین زدند، اما مسئولین ما، اما نفرانی که موظف به این بودند که نگذارند که ملت در این پستی برود، اینها کاری نکردند. امروز بیاییم ملتگرا باشیم، نه اینکه قومگرا. امروز بیاییم در فکر پیشرفت کشور باشیم. امروز وقتی که یک نفر درباره ملت گپ میزنه، او را خائن نگیم، او را طرفداریش بکنیم. و همین کریزیس امروزه را نشان داد که یگانه نفرانی که با مردم هستند همون نفران حقگو هستند، دیگر نفرها پروای مردم ندارند. بیاین مسئولیت درک بکنیم، احترام خود را به دست بیاریم، بیاین از حق خود دفاع بکنیم، بیاین حق خود را طلب بکنیم. امروز تاجیکا در تمام جاها رفتن جنگ کردن، در تمام جاها رفتن از خود قهرمانی نشان دادن، اما نه در کشور خود نه در روسیه حق خود طلب کردن نتونستند. آنقدر سخت از حق خود را طلب کردن، آماده هستین بمیرین و حق خود را طلب نکنین؟ چرا امروز ملت از حق خود دفاع نمی کند؟ چرا امروز ملت از زندگی خود دفاع نمی کند؟ بله، ناراحت می سازد انسان را وقتی که یک نفر تحقیر به ملت تو می کند، ناراحت می شوی وقتی که این نوارها را می بینی. ما باید به هوش بیاییم. تاجیک در تمام دنیا کار می کند، اما آماده نیست که در کشور خود کار بکند. چرا؟ چون که در کشور خود چینی را کار بتن از تاجیک ده، یک خیتایی باید اوجا کار کنه از تاجیک ده. امروز یک خیتایی قدرش از یک تاجیک بالاتر است. امروز یک اجنبی که برای همه معلوم است که چینی ها این خطری بزرگی برای دنیا دارند و این کرونا ویروس هم اثبات کرد و من هم یک چند ماه پیش در این باره صحبت کرده بودم که چین یک خطری بزرگ در جهان است. وقتی که این خطری بزرگ در کشور ما حرف اول را دارد، پس ما باید چیکار بکنیم؟ ها کیست که ما باید حق خود را طلب بکنیم؟ ها کیست که ما باید به کشور بر بگردیم؟ همون نفرایی که در روسیه هستید، در دیگر کشورها هستید، به کشور بر بگردید و از حکومت طلب بکنید که برای شما جای کار آماده بکنن. دیگر راه فقط راه به سوی جهنم است. راه به سوی جهنم این معنا را دارد تمام ملت های دیگر به ما تحقیر خواهند کرد. دشمن میخواهد که ما و شما عصب خراب باشیم. عصب خرابی انسان را به مرگ میبرد. نگذاریم نه قزاقش، نه روسش، نه دیگرش به ملت ما تحقیر بکنه. ما باید این را نگذاریم. ما باید به هیچ کس اجازه ندهیم. اما در زمانی که ملت ما در داخل کشور تحقیر می شود، در زمانی که بر سر ملت ما در داخل کشور ظلم می شود، چطور ما میتونیم که دامن بیگانه ها را بگیریم و بگیم که شما با ما تحقیر میکنین؟